این دستگاهی که توی کامپیوتر وجود داره 3 تا کانکشن میگیره که 2 تایی از اونها اینپوت ورودیه و یکیش خروجیه. اگه جفت ورودی هایی که به من میدی آن باشن، خروجی که من بهت میدم آفه. اگر که یکی یا هر 2 تای ورودی هایی که من میدی آف باشن، خروجی که بهت میدم میشه آن. همون اتفاقی که داره توی اون خونه میفته توی سیستم برقش. اسمش هم بهش اصطلاحا میگیم گیت، به معنی همون دروازه. اینجا میبینید که 2 تا اینپوت داره A و B و نهایتا C خروجی با یک شکل دیه بزرگ مانندی. اینجوری این گیت رو نشونش میده. میتونن این حالتهای مختلف رو داشته باشن که میبینیم وقتی که 2 تاشون آف باشن خروجیش برعکسه، خروجیش آن میشه. اگه 2 تاش آن باشن خروجیش میشه آف و اگر یک کدومش آف باشه خروجی هم میشه آن میشه. اینا تنها چیزایی هستن که شما نیاز دارید برای ساخت یک کامپیوتری. یعنی شما با یک گیت یا با چند تا گیت میتونید یک کامپیوتر نهایتا داشته باشید که یه سری کار انجام میده. ولی خب برای اینکه یک کامپیوتر هوشمند مفیدی داشته باشیم نیاز به تعداد خیلی زیادی از این گیت ها داریم و نهایتا اینجوری که میتونیم این گیت ها رو با هم ترکیبشون کنیم و برنامه‌های مختلف باشون بچینیم.